تا سال 1954 تحقیق شده بود که محال ممکنه که انسان بتونه 1 مایل رو تو کمتر از 4 دقیقه طی بکنه با این جسمی که داره. یه دانشجویی به اسم راجر بنستر میاد و توی مسابقه شرکت میکنه و این رکورد رو میشکنه و تو کمتر از 4 دقیقه به خط پایان میرسه. کاری که راجرز میکنه اینه که میاد باور عمومی جامعه رو از بین میبره، رکورد نمیزنه، میاد اون باور عمومی رو میشکنه. تا به امروز 1400 نفر موفق شدن که رکورد راجر رو بشکنن و 1 مایل رو تو کمتر از 4 دقیقه طی بکنن. باورهایی که توی زندگی به ما القا شده نتیجهش اون چیزی که ما داریم توی زندگیمون میبینیم. اگر میخوای بدونی که چه باورهایی، چه افکاری توی زندگی بهت القا شده، باید خروجی های مالی تو ببینی، سلامتی تو ببینی، روابط تو ببینی، حال خوب تو ببینی. اینا نتایجی هستن که توی زندگیت وجود داره. و اگه میخوای ببینی که چقدر موفق بودی، باید ببینی که اینا اون چیزی که تو ذهنت هست بودن یا نه. باید سال جدید بیشتر تلاش کنی و به اون چیزی که تو ذهنت برسی. مثلا ماها میایم میگیم که یه ارتباطی میگیریم، به هر دلیلی اون آدم خیانتکار، دروغگو یا هر چیز دیگه ای، ما میایم با اون آدمه میجنگیم، دعوا میکنیم، بد و بیرا بهش میگیم و سعی میکنیم از زندگیمون پرتش کنیم بیرون. ولی نگاه نمی کنیم که اون چیزی که باید عوض بشه اینجاست، ذهن منه، باور منه. وقتی من اینجا رو عوض نمی کنم، میرم دقیقاً با یه آدم دیگه آشنا میشم، با یه اسم دیگه، با یه قیافه دیگه، با یه تحصیلات و موقعیت شغلی دیگه، با یه خانواده دیگه و اون میاد توی زندگی من و دقیقاً خروجی که با اون یکی آدم اشتباه تجربه کرده بودم و دوباره تجربه میکنم. چرا؟ چون اون چیزی که من باید عوض میکردم تو زندگیم اینجا بود، باور من. بیاییم توی سال جدید به خودمون قول بدیم که باورهای اشتباهی رو که فرهنگ ما به ما القا کرده رو از زندگیمون حذف کنیم، دور کنیم. و یک کار دیگه تو اولین روز کاری سال 1403 که میکنیم اینه که بریم جلوی آینه و به خودمون بگیم من باور دارم که تو امسال آدم موفق و ثروتمندی میشی. امیدوارم که سال جدید کاری براتون خیلی سال خوبی باشه، پر از موفقیت، پر از ثروت، پر از آدم‌های خوب. روز خوبی داشته باشی.